محمد جواد است، از ولایت پنجشیر می باشم، از قریب پوجاوه دیگه به کشور ایران رفته بودیم، مدت 8 ماه اونجا زندگی کردیم. شکر الحمدلله از ایران آمدیم، امنیت برقرار بود و مجاهدین امارات اسلامی از ما خیلی هم استقبال کردند. پس اومدیم دوباره به وطن خود و فعلا در پنجشیر هم امنیت فوق العاده برقرار است. ما راضی هستیم از امنیت پنجشیر. برای دوستا و همشهریای خود و هموطنای خود همی است که هیچ وقت فریب و توطئه فیسبوکی یا مثلا شایعاتی که پخش میشه به هیچ عنوان نخورن. شکر الحمدلله امارات اسلامی بهترین نظام داره، بهترین امنیت در افغانستان برقرار کرده و همش دروغ است که مثلا شما در افغانستان بیایی فلان کار میشه تهدید است. هیچ نوع تهدید چیزی نیست. شکر الحمدلله و فعلا هم امنیت برقرار است و ما خواهش از این داریم از امارات اسلامی کار بار مهیا بسازه به ملت افغانستان، به مردم افغانستان، به خصوص به ولایت پنجشیر. دیگه امنیت به حد به اندازه دیگه خوب است و برقرار است. اصلا بسیار خوب هم استقبال هم میکنند دیگه. شکر الحمدلله با همگی احترام قائل هستند امارات اسلامی نیرو.